ضمن برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، نابالغ 14 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی دستگیر کرده شد. نام برده 22 اپریل سال 2023 تخمیناً ساعت 01:00 دقیقه هنگام در کوچه اسپیچک پایتخت قرار داشتنش به یگان اساس با مرد 42 ساله ساکن همانجا جنگ و جنجال کرده با کرد یک مرتبه به شکمش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. آید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه شاه منصور عریضه مرد 26 ساله ساکن ناحیه مذکور وارد گردیده است که 14 اپریل سال 2023 شخصان نامعلوم با راه پنهانی автомاشین تمغه لکسوس را شکسته از آنجا 13450 سومانی دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 18200 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، نابالغ 15 ساله ساکن شهر وحدت با گمان دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین در نتیجه برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 33 ساله ساکن شهر اسفره که پیش با ماده 244 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان صادر شده است، همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نام برده 21 اپریل سال 2023 تخمیناً ساعت 14:30 دقیقه با راه پنهانی به خانه استقامتی مرد 33 ساله ساکن اسپیتامین در آمده از آنجا 4200 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. نسبت گمان شونده پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه سینا با عریضه زن 65 ساله ساکن ناحیه مذکور مراجعت نموده است که ماه مارس سال 2016 در کوچه اسپیچک شهر دوشنبه مرد 47 ساله ساکن ناحیه مذکور با راه فریب به باوریش در آمده از او مرتبه اول $1500 امریکایی گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه برمیگرداند، اما نام برده وعدهش را اجرا نکرده. مرتبه دوم از جبر دیده $18500 امریکایی گرفته تا حال مبلغش را بر نگردانیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.